هدایتون عطا کنه و خداوند علم نافع نصیبتون کنه. خب دیگر گفته است که من میتوانم که به روزگی پدر و مادرم با یک زنی از شوهرش جدا شده نکاح کنم. من 20 ساله هم در روسیه قرار دارم. خب 20 ساله خیلی بچه جوان به دست خود تکل زنه که شوهر کردگی را میگیرین. شما اول اندیشه کنین. هموزی درباره هم خیلی گفتیم که نکاح میکنه میگیره و بعد سری را میکنه میپرتویش، نه نفقش میته و بعد نه مهر شواده میکنه نمیته. این خیلی زیاد شدگیه. برای معمول با عصبانیت در همی بوره گفت دادین که بسیار زنگ میزنن. او بی چشم همون خواهرو میریزه. اوهی دیل داره یک بعد نماز دعات میکنه خودت خطی دولت سهولت خانواده و زن کودکت نیست نابود میشه. وقتی که قوت نداری قدرت نداری بشی قراری از جا. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بیشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پرستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفا فرما توصیه میدهد. انا که شما جوان 20 ساله هستین به اجازت پدر و مادر میگیرین او را. پدر مادر در جگان دختر دیاره گفتون میزنن، بعد میایی را میگیری، بعد او را با نگاه میکنین. شما همین خیلی باوری داشته باشین که شریعت شما را رخصت میته، اما مصلحت ما ندادیسیم که وقتی که در اینجا اومدی یا دختر دیگر را بگیری، بعد قطعی هم زندگی میکنی 5 سال دیگر در روسیه قطعی و این در اینجا قطعی که زندگی کنه، بعد این کی را نگاه کنه، بعد یا این جمعی او را میپرتی او کی را نگاه کنه، بعد نفقه او را کی میرسونی، بعد کی او را نگاه و بین میکنی، فرزنده او را کی تعلیم و تربیت میکنی به مسلمانی. این مسئله شا فکر کنین. شما خوب فکر کنین، بعد اختیار دارین وقتی که بگیرین مرحمت. فقط همین که دخترای مردم سری راه نکنین، نفقه شونه برسونین. خب وقتی که مهر وعده کردین مهر شونه بتین، سری راه نکنین. خب بسیار شان خیلی هستن جوانایی که میگیرن طلاق میکنن سر میتن، بعد بیرحم میشون دیگه، قدی کوچگی میشن، بیرحم میشن، فویشه میشن. بعد چی میشه؟ همون مرده. این دایوسی مردی نیست. این دایوسی مردی نیست. سوال: من هر 10 روز بعد قرآن رو ختم میکنم. من میتوانم ختم رو به پیامبر خدا ببخشم؟ التماس جواب گردونید. من هر روز 1 ساعت شما رو گوش میکنم. خب مخلص شما 10 روز پس که قرآن ختم میکنی خشو به حالات خیلی بنده خوشبخت بوده. میتونی در حق پیامبر صلی الله علیه و آله بخشی، در حق هم بخشی. فقط ختم قرآن همین از برادر عزیز که در یک کس بخشش این ثواب کم نمیشود. مثلا در پیغمبر صحابه ببخشیش، در بابا و بیت مرده ببخشیش، بعد یک کسی دیگه در این بخشیدگیات کم نمیشود. همین ختم قرآن در 1000 کس ببخشی 1000 ختم قرآن ها اشته میرود. این رحمت پروردگار فضل خدا کم نمیشود، نابود هم نمیشود. برای در حق پیغمبر هم رخصته. در حق پیغمبر در حق پیغمبر صلوات زیاد بگو، صلوات زیاد بگو. پیغمبر صلی الله علیه و آله متقدم و متأخرش خدا بخشیدگی ای او دیگه شبهه نیست که او مقرب پروردگاره. ایو در حق خودت دعا کن، در حق پدر و مادر و بابا و بید مردن در حق او بخش دعا کن، در حق زن و فرزند دعا کن که خدا هدایتشون کنه. این ضرور تره. خب در حق رسول الله صلی الله علیه و آله صلوات زیاد بگو، با سنتاش عمل کن. صلوات بگو، با سنتاش همه وقت عمل داشته باش. پیغمبر از این راضیه، عید خشنوده. هر کسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک بیان میکند که کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا، همه امتی من داخل جنت میشوند مگر کسی که ایبا کنه، جنت رفتن نخواه، سرکشی کنه، بگه نه 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 من نمیرم. صحابه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیران شدن. بعدا گفتن که و من یعبا یا رسول الله، ای رسول خدا گفتن کیست که ایبا میکنه جنت رفتن نمیخواه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. هر کسی که از شما اطاعت من داشته باشه، پیغمبر گفت
داخل جنت می شود. و هر کسی که اطاعت من نکنه، از سنت من سرکشی کنه، او ابا کرده است، او جنت رفتن نخواسته است. برای همین بر سنت های پیامبر عمل کنیم، صلواتی برای پیامبر بگیم، پیامبر ایده بسیارتر راضی میشه از ما و شما. خب دیگر پرسیده است که السلام علیکم داملای شیرین سخن، سوال: استخوان‌های قربانی را پرتوی مسرکه گناه میگیری؟ خب استخوان‌های قربانی را نه پرتوید، مثلا نه استخوان‌های قربانی را بعضی ها گفتگیان که برای گوروش کنی در یک مثلا کیسون لطه و پیچونی گپای بیهوده هستن. اصلا اینکه اون لطه‌ای که می پیچونی اسراف میشه، میبری در زمین پرتوی. دیگه که در زمین برای چی را گور میکنی بخوی؟ اون نه آدم نه جان داره. خب بهترش همیه که استخوانایی که مثلا قربانی موندگی رو شما برای پیش از سگ در پرتوی ثوابه. از گور کردن، از موسر کردن پرتوفتن در پیش از سگ در پرتوش، یا یک همسویت تا یا خیش تبور تا همه اکش جمع که یک سلافنده بر بتش همون سگ با چنون خرسنده می شود که هر باری ببینه دیگه دمش جنبونده می دوه. خب بعضی سگی هسته که همون قوافوگی داره که از آدم دزیو. یک آدم خطی 10 سال بگرد خدمتش کرد، یک روز اگر که خفه شود دشمنت می شود. اما او هم 2 بار استخوانش توی عمر دوره ببیند خرسندی کمی دوه. و ثوابش هم در همو است، ثواب میگیرین شما. خب دیگر گفته است السلام علیکم داملو عزیز، سوال: در 6 جا خنده کردن برابری 26 زینا. در 6 جا را بیان کردگیه که همین راسته، التماس جمع رو بگوید به احترام مخلص. نه این راست نیسته. خب این 26 این اگر در قبرستان، خیلی در قبرستان چی خندید بعد 26 زینا میشه؟ این زینا حرام کرده خدای نعوذ کسی زینا رو حلال بگه کافر میشود. همون با خنده کردن در قبرستان فقط مکروه. یعنی همین 6 جای گفتگی از این خیلی وعیده که شما گفتید خیلی نیست، خیلی نیامده. فقط همین 6 جا خنده کردن مکروه. همین خنده کردن از روی آدمگری نیست. یکی در قبرستان مثلا یک برادر پدر مادر قبرستان میبرن گورش میکنن، او جای عبرت هست، جای دعا در حق میت است، نه جای خنده است اوجا، نه جای خوردن است اوجا، نه جای مثلا گپی بیهوده و وقوق کردن است یا توف کردن است. همون در قبرستان انسان باید چقدر آداب رعایت کنه و ببینه عبرت بگیره که همینا هم رنگ ما و شما آدم بدن. امروز به تگ خاکن، باز نوبت ما و شما است. یکی در قبرستان خنده کردن مکروه. دیگه در پشت جنازه را نیک وقتی که برآوردن، البته که خانواده هم داد فیغان گریه کنن تو بخندی، یا مکروه است یا آدمگری نیست. و یکی ذکر کرده استغفرالله لا اله الا الله، پس گفته از عقب جنازه برن. سیام در مجلس علما، جایی که اهل علم نشستگی هستن، موعظه است، یگان امر معروف نهی منکر است، یا از قرآن یا از حدیث بیان کرده است، در این خیل جاها هم خنده کردن هم چی است؟ رخصت نیست. خب یا مثلا خلل رسوندن یا گپ زدن در مجلس علما که یکی میبینی بعضی دا گپ زدیستن، یا مثلا که یک بولو بشی پویان بشی گفته ای را بگی او را بگی، تا بسیار خلل میرسونن، بسیار گناه همی در کاری خیر. مثلا که خلل میرسوندگی و کاری خیر منع میکردگی عادت شیطان هست. مجلس علما. 4 در وقت تلاوت قرآن پاک، در وقت تلاوت قرآن هم باید که همه خاموش باشن، همه باید گوش کنن تلاوت قرآن هم. حتی در وقت مثلا نماز هم هست که با پیش نماز گذاشتن هم که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر شما ویزر و گناهی اون نفری که با پیش نماز میذاره اگر بدونین هر اوینه میستین چیل، اگر بدونی اوبالی گندگی و پیش نماز گذاشتن، پیامبر گفت شما میستین چیل. یعنی بعضی گفتن 40 ساعت، بعضی گفتن 40 روز، بعضی گفتن 40 سال همونجا میستی و پیش نماز نمیگذاریم. یعنی چی است که تلاوت قرآن، صدای قرآن هر جا که شنیدی باید که خاموش بیستی و گوش کنی. 5 در مسجد هم جای خنده و جای گپی بیهوده نیست. کسی که هم مسجد و قلب نویسندگیه که کسی که اگر یک مسجد گپی دنیا میزنه گپی بیهوده میزنه 40 ساله بودتش برباد میره. بعضی روایت ها 25 ساله هم اومده است.
یعنی مسجد جای مسجد اصلش مسجده، جای سجدگاه. مسلمان سجده میکنه، خدا را طاعت میکنه، عبادت میکنه، لباس پاک میکنه، بدن پاک میکنه، قلب پاک میکنه. باید که در اونجا به خدا روز نیاز بکنه. و در پیش اگر یک پوچو یا وزیر باشه یا یک آدم کارگر کلام باشه، میبینی هم خب کردگی هم را گوش کردی سای. شما فکر کنید که در مسجد در خانه خدا هستین، در نزد پروردگار هستین، باید خیلی آدم آداب رعایت کنه. ششم در وقت اذان. بله، در وقت اذان گفتن هم همین 6 حالت ده. خندیدن مکروه معنی. در حالت اذان هم باید که چیکار کنی؟ اذان با دقت گوش کنی و جواب اذان بدی.